سلام، من دانیال هستم. واقعا تو روسیه مغز مردم کلا تعطیلن. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اول بعد مدت‌ها، بعد خارکوف کذایی، یه سرمای شدید خوردم که 4-5 روز فقط خوابیده بودم تو رخت خواب و تب 39 درجه داشتم، ولی خب خدا رو شکر الان بهترم دیگه. میتونم حداقل شروع کنم بازم ولاگ ضبط کردن و ویدیو گرفتن و اینجور چیزا رو. منتظر دانیالم. دانیال یکی از معدود اوکراینیاییه که فارسی صحبت میکنه و خب یه 3-4 سالی میشه الان من دانیال میشناسم. بخوام بگم تنها دوستمه که الان دیگه توی اوکراین دارم. اکثر ایرانی‌ها که رفتن به سمت اروپا و من اینجا موندم. به هر صورت تنها کسی که بتونم به زبون خودم باهاش صحبت کنم دانیاله واسم. حالا امروز قراره با هم دیگه بریم یه دوری بزنیم تو شهر، باهاش صحبت کنیم در مورد خودش، در مورد وضعیت اوکراین، نظرش در مورد ایرانیا بعد فروش پهپاد و اینجور چیزا. همراه باشین. الان میزنیم بیرون، یه چند دقیقه دیگه باید دانیال برسه جلو خونه. میریم بیرون، ادامه صحبت ها رو بیرون انجام میدیم. آقا اینم دانیال که منتظرش بودیم. Да нет, держи. Это съем был. Реклама? Это реклама? Мы заплатят, блядь? За это мне платили как раз. Ну, я не снимал это все. И, скорее всего, деньги не будет. این فارسی صحبت کنیم. ولی خیلی وقت صحبت نکردی فارسی، فکر کنم برات راحت نباشه زیاد. نه، من بعضی وقتا من مثل مترجم هستم برای کسی که میخواد خبرها بگیره از جنگ، خب برای ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی. یعنی خیلی یعنی به اغلب نیستش، خب ولی بعضی وقتا من چیزی ترجمه میکنم واسه بی بی سی فارسی یا ایران اینترنشنال. دانیال خب خیلی تو این زمینا فعاله با بی بی سی و از زمان اول شروع جنگ که ویدیوهاش تو بی بی سی هستش. یه سری ویدیوهاش هنوز هست در مورد وضعیت اوکراین توضیح میده. با ایران اینترنشنال هم که هم خبرنگاراش زمانی که اینجا بودن هم فعالیت داشتش، هم به صورت آنلاین. دانیال هم این چند روز تازه پیداش کردیم، از سمت زاپاروژیا اومده کیف برای یه چند روزی که فقط بمونه کاراشو انجام بده اینجا و بعدش هم قرار برگرده دوباره به سمت خونه‌شون زاپاروژیا. به خب این قضیه پهپاد و اینا که شروع شده، این پهپادایی که ایران فروختش به روسیه، یعنی ایران و اوکراین و روسیه، اینا منظورم اینه که نظرت راجع به ایرانیا بعد این قضیه عوض شدش، بد شدش؟ نه اصلا. ببین واقعا من وقتی با کسی از سمت نظامی، خب من الان اومدم یکی از سمت نظامی اومدم، خب یعنی اونجا من یعنی با نظامی یکم کمک میکنم و وقتی من میگم که من میخوام اطلاعات برای ایران اینترنشنال یا یعنی خبرگزاری یعنی چیزی ایرانی، خب اصلا مشکلی نداره چون که اونا میفهمن. همه دیدن که چقدر ایرانی یعنی مردم ایرانی دولتشون دوست ندارن، خب یعنی خوششون نمیاد این وضعیت که الان در ایران هستش. خب پس من واقعا یعنی من کلا 7 سال با ایرانی کاری دارم. خب من فکر کنم که 300 ایرانی رو میدونم. خب از 300 ایرانی من فکر کنم که مشکل داشتم با 5-6 نفر در کل زندگی من. اصلا من با ایرانی مشکل ندارم، چیز ندارم، چون که ایرانی واقعا مردم صادق هستن، ریاکار نیستن. من خیلی خوشم اومد. خب همه مردم ایرانی اصلا نظرم عوض نشده. راست میگم که از یعنی ماه اوله که جنگ شده چند تا دوستانم از بریتانیا ایرانی هستن به من نوشتن که ما میخوایم کمک کنیم، یعنی میخوایم مستقیم به تو کمک کنیم، به خانوادت، به پدرت، یعنی چیزی مثل اینا. برای من اصلا من گریه کردم چون که این خیلی من دوست دارم واقعا. یعنی این خیلی خوبه وقتی کسی که اصلا از فرهنگ مختلف هستش میتونه به تو یعنی کمک کنه. برای من خیلی خوبه. پس نظرم اصلا عوض نشده، چیزی عوض نشده. فکر می‌کنم مردم نظرشون مثلا عوض شده؟ کسایی که خب قبلا اصلا ایرانی‌ها رو نمی‌شناختن و ایرانی‌ها رو با این پهپادها اینجور چیزا شناختن دیگه، یعنی یه نظرشون از اول نسبت به ایرانی‌ها بد بوده یه جورایی. خب راست میگم که
اگه ما میگوییم خب مشکل ما یعنی مردم ما مشکل دارن، اولین مشکل این روسیه است، بعداً بلاروسیه، بعداً چین یا کره. خب ایرانی وقتی کره شمالی بله با کره شمالی وقتی ما در مورد ایرانی صحبت میکنیم خب راست میگم که میگن که او ایرانی ما اینو خیلی دوست نداریم که اونا درون میفرستن چیزی، ولی اونا من توضیح میدم و اونا میدونن که این تو خبر اوکراینی هستش که یعنی تو ایران وضعیت مردم دوست ندارن و خیلی امتحان میکنن که دولت عوض میشه. خب این مشکل دولت ایرانی مشکل برای ما، ولی خیلی نیستش که میخوان که همه ایرانی دوست نداریم چیزی دوست نداریم، درک میکنیم. خب مردم اوکراینی رو درک میکنن این وضعیت. خبرگزاری اوکراینی یه زمان خیلی راجع به ایرانی‌ها کلا بد اینطور جدا نمی‌کردن که مردم ایران و حکومت ایران همه رو یه دونه حساب می‌کردن. بله وقتی در خبر هستش بله. خب به خاطر همینم اون اولای جنگ اگه یاد باشه زمانی که شروع شد این قضیه پهپادا، نظر مردم اوکراین نسبت به ایرانی‌ها خیلی بد بودش. خب حتی تو کامنت‌ها، توی خیابون، توی خبرگزاری‌ها وقتی مصاحبه می‌کردن نظر بدی داشتم، ولی باز الان یه ذره انگار اون قضیه از بین رفته، اون نظر بده. خیلی فرقی داره. اگه ما تو اینترنت یه خبری می‌بینیم که مثال میزنم که ایران به اوکراین یعنی به روسیه 100 تا درون فرستاده، خب کسی کامنت نمیکنه که خوبه یا چیزی مثل، نه میگن که این بده خیلی بده و میگن تو کامنت فرقی نداره. خب یا ایران دولت یا مردم فرقی نداره، ولی اگه ما میتونیم فقط از مردم میپرسیم نظر شما در مورد مردم ایرانی چیه، اونا میگن یا من نمیدونم یا میگن که دولتشون بده مردم نمیدونم. یعنی اینجوری نیستش که میگن که همه ایرانی بده. خب ولی خب بله اگه وقتی ما میبینیم چیزی خبر در مورد درون یا چیزی استفاده اسلحه این بد میشه 100%. کلا قضیه خوبی نیستش که ایرانی حرکتو داره میکنه، ایران هم نه، جمهوری اسلامی. ولی خب به حال چون دید مردم اوکراین به صورت کلی راجع به ایرانه نه فقط حکومتش، به همین دلیل این قضیه بده دیگه، چون همه یعنی تر و خشک با هم دیگه میسوزه یه جورایی. یه ذره جو کیف عوض شده، مردم یه ذره ناراحتن. قبول نداری مردم ناراحت شدن، یه ذره اخمو شدن. الان خبری سختی داریم، خبری که خوبی نیستش. یک سال بود که فقط خبری خوبی داشتیم، الان خبری سختیه. آره. مردم یکم ناراحتن. یه سال قشنگ خط مقدم دست اوکراینیا بودش. کانتر اتکی که زدن اوکراینیا، اون شهرهایی که پس گرفتن، خرسون رو پس گرفتن، ولی بعدش دیگه تمام مدت همش یا شهر از دست دادن یا نیرو از دست دادن. بله چون که تو اون سمتی که اونا هستن، یعنی دونیتسک و لوگانسک و روسیه 8 سال هستن، یعنی اونا خیلی این سمت خیلی قویه برایشون. و نظر مردم راجع به زلنسکی هم نظر بد شدش. نظر مردم خیلی از خبر بستگی داره. یعنی الان مردم یعنی تو زلنسکی خیلی اعتماد ندارن، نه خیلی اعتماد ولی کمتر اعتماد دارن مثل قبلا، ولی این چون که مردم دوست دارن وقتی خبری خوبی هستن، یعنی ما برنده اونجا شدیم اونجا برنده شدیم این خوبه، ولی جنگ اینجوریه که و جنگ خودش اینجوریه که بعضی وقتا تو برنده بشی، بعضی وقتا یعنی تو خیلی برای تو وقت سختی داری. جنگش یه جوری شده که نه هیچ کدوم از این طرفا برنده نیستن، نه اوکراین نه روسیه، فقط دارن نیرو از دست میدن. بله ولی ما فقط میتونیم ببینیم یعنی چی شد بعد از نیم سال. فکر کنم بعد از نیم سال میتونیم ببینیم الان چیه، بعدن یعنی چیه. از الان تا 6 ماه دیگه مثلا ببینیم چه تغییری ایجاد میشه. بله چون به نظرت مثلا تغییر مثبتی؟ من فکر کنم که ما نمیدونیم چرا، دلیل چیه، برای چی الان روسیه خیلی میخواد، چون که واقعا فکر نکنم که اونا میتونن همه اوکراین میگیرن الان، این خیلی سخته اینجوری این ولی برای دلیل چیه؟ شاید که اونا میخوان حاضر باشن برای جنگ بزرگتر که جنگ بزرگتر بشه. نمیدونیم ببینیم، برای این میگم که میبینیم چه جوریه. البته انتخابات روسیه هم خود چیز نزدیکه دیگه، فرقی نداره انتخابات روسیه اصلا فرق نداره. نه برای اینکه مثلا پوتین یه پیروزی مثلا بزرگ میخواد که نظر مردمش مثلا نسبت به خودش
عوض کنه یا چیزی. واقعا تو روسیه مغز مردم کلا تعطیلن، یعنی فکر نکنم که اونا انتخابات اصلا دارن. خب این انتخاباتش آزاد نیستش. این چیزی فقط باید تو انتخابات برند. برای چی؟ برای که نشون میدن که ما چیزی مثل دموکراسی رو داریم. این اصلا چیزی نیستش. همه اوکراینی میدونن که چیزی تو روسیه نمیتونه عوض بشه تو اون زمانی که یعنی مسکو خب وجود داره و اگه ما میتونیم یعنی مسکو رو اصلا یعنی برنده بشیم، خب که شهر مثل مسکو نباشه، این چیزی عوض بشه. تو این زمانی چیزی اصلا تو مغز روسیه چیزی عوض نمیشه. یعنی فروپاشی روسیه الان جنگی هم تو بلگراد هستش، تو جای دیگه هستش. الان یعنی ما درون میزنیم تو شهرهای روسیه اصلا برایشون فرقی نداره. اونا اصلا نمیفهمن این که جنگی میتونه بره. فقط وقتی جنگ میره تو سمتشون، خب از این مورد فکر کنن که اونا میتونن چیزی فکر کنن. در حال ادیت ویدیو بودم که دیدم یه تیکه از حرفامون، مثلا تیکه پایانی حرفامون با دانیال رکورد نشده. حس خیلی بدیه ولی الان زنگ میزنم دانیال که ازش بخوام یه جمله پایانی بهمون بگه و با تو خداحافظی کنه. دانیال، اون تیکه آخری که ضبط کردیم با هم دیگه هست شده و اول بهت بگم که دمت گرم که اومدی، لطف کردی بهم که تو این ویدیو حضور داشتی. من بهت میگم که من متفرم تو که دوست ندارم باشم نیامد. ببخشید، خداحافظ. دوست عزیز، من خیلی خوشحال شدم که همدیگه رو دیدیم. امیدوارم که بار آینده که من برگشتم که با همدیگه رو دوباره ببینیم، بریم گردش کنیم. خیلی ممنون بابت این اینترویو. این برای من خیلی جالب بود دوست عزیز. به من خیلی لطف داشتی که اومدی و آره امیدوارم بازم دوباره بیای با هم دیگه ویدیو بگیریم و ولاگ بگیریم، حالا بریم بیرون و این ور اون ور و ایشالله هم که همیشه سالم باشی، هیچ اتفاقی برات نیفته توی این مدت جنگ و مثل همیشه همینطور خندون و شاد ببینیم. بار آینده بیا سمت من تو زاپاروژه. اوکی؟ حتما تابستون میام پیشت. اوکی دوست عزیز. دمت گرم. مرسی دوست عزیز. قربونت برم، مواظب خودت باش. فعلا. خداحافظ. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و واسه دانیال کامنت بنویسین، لایک کنین ویدیو رو و ازش سوال بپرسین، خودش هم تو کامنت ها میاد جوابتون رو میده. تا ویدیو بعدی، فعلا. یه بولینگ بزنیم. یه استعداد نافذ تو بولینگ داشتم که الان کشف کردم. 2 دست اولیا رو بردم. این چهره واسه این چهره آدم لوزره. تا اینجا هستیم 1 میلیارد
در کل بازی خوبی بود ولی معلوم استعداد اولیا تو بیلیارده، چون 2 بار بردش منو توی بولینگ که خودم هم، ولی در کل خوش گذشتش. دیگه الان وقتشه بریم خونه و دم شمایی که تا اینجا نگاه کردی این ویدیو رو گرم. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا